سلام همراهان خوبم. امروز اومدم جایی که بوی شعر و تاریخ میده، مقبرة شعرای تبریز که آرامگاه بیش از 400 شاعر و عارف معروف از جمله استاد شهریاره. بیاین با هم گشتی بزنیم و حال و هوای این مکان زیبا رو با هم تجربه کنیم. در ادامه میخوایم بریم خانه استاد شهریار که واقع در محله مقصودیه تبریزه و استاد شهریار تا پایان عمرشون اونجا زندگی میکردن. پس ابتدا مقبرة شعرا رو میبینیم و میریم خانه استاد شهریار. خب بچه‌ها، میخوام یه توضیح کوتاهی در مورد مقبرة شعرا بهتون بدم. مقبرة شعرا یکی از گورستان‌های تاریخی شهر تبریزه که در محله سرخاب واقع شده که بیش از 400 شاعر و رجال نامی ایران و کشورهای منطقه در اینجا به خاک سپرده شدند که متاسفانه پس از زمین لرزه‌های شدید و به دلیل مدفون شدن بسیاری از شاعران و عارفان بزرگ، مسابقه‌ای برای طرح یک بنای یادبود توسط روزنامه‌ها برگزار میشه که در نتیجه پیشنهاد غلامرضا فرزانمهر انتخاب و عملیات احداث این بنا شروع میشه. از جمله افرادی هم که اینجا دفن شدن خاقانی شروانی، سکت‌الاسلام تبریزی و بسیاری دیگر از شاعران و رجالان نامی ایران و کشورهای منطقه هستند که اینجا فقط مقبره استاد شهریار رو میتونیم ببینین. همونطور که گفتم به دلیل زلزله شدیدی که اتفاق افتاده مقبره بقیه شاعرها مشخص نیستش. به تازگی هم تغییراتی در محوطه بیرونی مقبرة شعرا انجام شده که همونطور که میبینید کارگرها هم در حال اتمام این تغییرات هستن. کم کم بریم محوطه داخلی ببینیم اونجا چه خبره. خب رسیدیم به محوطه داخلی مقبره، یه مکان بسیار زیبا با این نوری هم که افتاده واقعا محیط رو شاعرانه کرده. سید محمد حسین بهجت تبریزی معروف به شهریار در شهر تبریز متولد و بنا به وصیت خودش در مقبرة شعرا، یعنی جایی که نزدیک خانه پدریش بوده، دفن میشه. از مهمترین آثار استاد شهریار هم میشه به حیدربابی سلام و منظومه سحندیه رو نام برد. استاد شهریار در این آثارش از روستای دوران کودکیش و کوه سحندم یاد کرده. استاد شهریار دوران کودکیش رو به خاطر بیماری که در شهر شیوع پیدا میکنه در روستا سپری میکنه و پس از پایان دوران راهنمایی در شهر تبریز برای ادامه تحصیل راهی تهران میشه و در مدرسه دارالفنون تهران شروع به تحصیل میکنه و پس از اون در رشته پزشکی پذیرفته میشه. خب اینجا میرسیم به بخش جالب زندگی استاد شهریار، جایی که شهریار عاشق دختری به اسم ثریا میشه. ثریا دختر عبدالله امیر طهماسبی، فرمانده گارد محافظ احمدشاه قاجار و موافق رضاشاه پیش از سلطنت بوده و طبق گفته ها مدتی فرماندار کل آذربایجان بوده. شهریار در اوایل تحصیل پزشکی در دانشگاه تهران عاشق ثریا میشه. چند سالی با هم نامزد میمونن، اما در نهایت ثریا با یکی دیگه ازدواج میکنه و شهریارم حدود 6 ماه مونده بود که مدرک دکتراش رو بگیره به علت نرسیدن به معشوق به شهر تبریز برمیگرده. خلاصه که شهریار ما شکست عشقی میخوره و ترک تحصیل و به سمت دیار خودش شهر تبریز برمیگرده که کلاً قید دکتر شدن رو میزن و شروع به شعر و شاعری میکنه. طبق گفته‌هاش ثریا بعدها پشیمان میشه، از همسرش جدا میشه و به سمت شهریار میاد و میخواد که باش ازدواج کنه. همونجاست که استاد شهریار میگه آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ الان دیگه دیر شده و استاد شهریار هم با نوه عموی خود ازدواج میکنه.
خب امیدوارم که از این داستان کوتاهی که در مورد زندگی استاد شهریار گفتم خوشتون اومده باشه. بچه‌ها این محوطه داخلی هم دارای بخشای مختلفه. یه بخشی است که به صورت کتاب فروشیه. اگر که خواستید کتاب بخرید، کتابای استاد شهریار، استادای دیگه، تندیسا، از اینجا میتونید خریداری بکنید. و یه قسمت دیگه ای هم هستش که تمام عکسای استاد شهریار قاب و به دیوار آویخته شدن. در ادامه میخوایم بریم خانه استاد شهریار، جایی که خودش و خانوادهش اونجا زندگی کردن و الان تبدیل شده به خانه موزه استاد شهریار. خب بچه‌ها رسیدیم به خانه موزه استاد شهریار، جایی که استاد همراه خانواده‌اش سالها همینجا زندگی کردن.
حیات بسیار زیبایی داره. همونطور که در اکثر ویدیوهام گفتم، من خونه‌های قدیمی با این سبک معماری رو ترجیح میدم به خونه‌های مدرن آپارتمانی. یعنی این گل و گیاها، حوضها، این سبک معماری، رنگ آجرها روح انسان رو زنده نگه می‌دارن. خب بریم به بخش داخلی خونه ببینیم چه خبر. خب همونطور که میبینید خونه پر از اشیای استاد شهریاره. عکساشون هم به صورت قاب روی دیوار زدن. کتاب‌های استاد شهریار، اسناد قدیمی. بچه این خونه 2 طبقه است که حدود 250 متر ابعادشه و یه بخش زیرزمینم داره که اونجا هم اکثرا نمایشگاه برگزار میشه، نمایشگاه فروش کتاب و نمایشگاه صنایع دستی. اکثرا در ایام نوروز، مناسبت ها اونجا مراسم برگزار میشه و تازگی ها همسایه استاد شهریار خونشون رو که میفروخت، شهرداری اونجا رو هم میخره و میخواد که جلسه هایی هم اونجا برگزار بکنه. منم از مقبره الشعرا قاب عکس استاد شهریار رو گرفتم و خواستم که تو خونمون داشته باشمش. اگر که شما هم دوست دارین حتما تشریف بیارین، از مقبره استاد شهریار، از خانه استاد شهریار بازدید بکنید. این بخشم باز اشیای مانده از استاد شهریار در معرض نمایش قرار داده شده. تلویزیون، حتی فلاکس استاد شهریار هم اینجا هستش و یک تندیسم از خود استاد درست کردن همراه کیف و کت و شلوار، کفش، تلفن. بریم به سمت آشپزخونه خونه. بچه‌ها من اینجا یه قوطی قنادی دیدم، روش نوشته بود قنادی نو و فکر کنم این همون قنادی رکس الانه که واقع در خیابان نزدیک چهارراه شهنازه. فکر کنم قبلا اسمش قنادی نو بوده. خب در ادامه میخوام یه موزیک با صدای استاد شهریار براتون پلی کنم تا ادامه خونه رو ببینیم و کیف کنیم. Xanne hayanda qaldım. Belə başıma dolanma. Necə mən səni itirdim, da sənin tayın tapılmaz. Sən ölən gündən mə gəldin, məni götdü ayrı kəndə. Mən uşaq nə anlayaydım. Başımı qatıb uşaqlar, neçə gün mən orada qaldım. Qayıdıb gələndə baxdım, yerimi yığışdırıblar. Nə özün və nə yerin var. Hanı xanlınım soruşdum. Dediler ki xan nənənin aparıbla Kərbəlaya ki şəfasını oradan alsın. Səfəri uzun səfərdir. 1-2 il çəkər gəlincə. Necə ağlaram yanıqlı. Neçə gün elə çığırdım ki səsim sinəm tutuldu.
O mən olmasam yanında özü heç yerə gedəməz. Bu səfər nə olubdu, mənsiz özü tək qoyub gedibdi. Hamıdan acıq edərkən hamıya acıqlı baxdım. Sonra başladım ki, mən də gedirəm onun dalınca. Dedilər, səninki tezdir. İmamın məzarı üstə uşağı aparmaq olmaz. Sən oxu Quranı tez çıx, sən onu çıxınca bəlkə gələ xannənə səfərdə. Tələsik ravanlamaqda oxuyub Quranı çıxdım ki, yazım sənə gəl indi, daha çıxmışam Quranı, mənə sovqat al gələndə. Amma hər kağız yazanda ağamın gözü dolardı. Sən də ki gəlib çıxmadın. Neçə il bu intizarla günü, həftəni sanardım. Ta yavaş-yavaş göz açdım, anladım ki sən ölübsən. خب بچه‌ها رسیدیم آخرای ویدیو. خیلی ممنون که با من همراه بودید. اگر که ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم که لایک و سابسکرایب کنید. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما در بخش کامنت ها با من به اشتراک بذارید. خدا نگهدارتون.